بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که ان لأهل التقوى علامات یعرفون بها. هر آینه به اهل تقوا نشانه هایی است که به همون نشانه ها آنها را میشناسند. یکم از نشانه های اهل تقوا چی است؟ صدق الحدیث، راستگویی در سخن زدن. همه وقت سخنی راست میزنند، دروغ نمیگویند. و ادا کردن امانت که به دوش خود گرفتن او را ادا میکنند. و وفا کردن به عهد، وقتی که یک عهد و پیمان که به تو میدهند و همون عهد و پیمانشان وفا میکنند. و فخر نکردن و کبر نورزیدن و خویشتبارداری را پیوسته مستحکم نگاه داشتن و مهربانی به دیگرانی که سست هستند، ضعیف هستند، ناتوان هستند، به آنها مهربانی کردن و دریغ نداشتن برای معروف، یعنی برای کار خیر وسعت و کوشش تلاش خود را دریغ نداشتن و اخلاق نیک داشتن. اخلاق نیک این از نشانه های اهل تقوا است و خیلی خیرتمند و حلیم هستند و پیروی علم میکنند. در جستجوی اهل علمند، در جستجوی علمند و در جستجوی اهل علمند و اهل علم پیروی میکنند. این است از نشانه های مسلمانان که اهل تقوا هستند.